بارك الله فيك برادر عزیزم. در این مسئله الله سبحانه و تعالی خودش بیان کرده است که مسجد زرار چگونه مسجد است. حالا ببینید، کسی که کافر باشد یا منافق ها همکاری بکنند با کافرها، یک مسجد را بنیاد بکنند، مسجد بزرگی را، زیبایی را، به خاطر چی؟ تفریقه انداختن بین مؤمنین و موحدین. یعنی مسجد می سازند، شما دیده سودید که با کافر همراهی منافقین، با طاغوت ها و حکومت های طاغوتی امامش را میارند و میمانند و در درون مسجد خطبه هاشون ضد توحید است، نقشه هاشون ضد توحید است، جاسوسی هاشون بر اهل توحید است. یعنی این مسجد زرار است. بارک الله فیک. اما اگر یک جماعت از جماعت های اهل بدعت، مسلمان های عامه پوشیده باشند، در درونش منافقش هم است، خوبش هم هست، این که عامه مردم هست، ما این رو مسجد زرار نمیگیم. زیرا که مردم عامه که در درونش خوب و بد همه هست، وقتی که مسجد میپوشند مقصدشون نه خدمت کردن به طاغوت، بلکه در همینجا یک نماز خوانید، حق گفته شد، همین است. اما مسجد همین مفتیاتی که مقصد هست در همین شهر و همه مسجد ها مقصد هستند در هر یک شهر، همون فقط علمای خشون نموننده مقصد یگام علمی که مقصد غیر مقصد موحد باشه، مقصد یا که عقیده سلف داشته باشه بونه و نمیمونن. درجه اگر او در همونجا اهل سلف و اهل توحید هم که باشه، یگام آدمی که یگام چیزا نمیدونه ای دین هوای میگیرن امام میمونن. یعنی مفتیات با هوای کار میکنن. بله. بارک الله فیک برادر عزیزم. ببینید، مسئله مسجد الزرار به امام مسجد الزرار تعلق نداره. همین خوب دقت بدید. مسجد الزرار به امام مسجد الزرار تعلق ندارد. مسجد الزرار همان مسجدی که بنا شدنش به خاطر نابود کردن اسلام و به خاطر تفریق انداختن برای مؤمنین بود. فهمیدید نکنون؟ یعنی مقصدی بنا کردنش رو می‌نگریم و کی بنا کردنش رو می‌نگریم. مثلا یک مسجدی هست که باباهای ما 100 سال 200 سال پیش گرفت پوشید. مسلمان ها بودند، در دولت مسلمانی بودند، پوشیدند مسجد رو به خاطر الله و رسول حق رو در این مسجد میگفتند. بعد از یک مرور زمان مفتیات آمد و به کنترل خود این مسجد رو گرفت. آیا این مسجد رو مطلقاً مسجد الزرار گفته می شود یا نمی شود؟ در این مسئله اختلاف میکنند، لیکن اکثر علما بر اینند که قول راجح این است که ما این رو مسجد الزرار نمیگیم، بلکه این مسجد اسس علی التقوی، در اساس تقوا این مسجد بنیاد شده بود. این رو مسلمان ها بنیاد کرده بودند. اما در پشت این امام همون نماینده طاغوتی که است نماز خواندن نمی شود. اما در حالتی که همون امام طاغوت نیست، میرید خودتون نماز خواندن جایز است، اما در مسجد الزرار اصلا در آمدن جایز نیست. جزاک الله خیر. همه آدم میتونه که مثلا درش ایگم شیخ مثلا یگم سلف مقصد آدم صالح مقصد دعا بپرسه که مقصد الله اهل نمازش بگردونه. به این مسئله میریم، بله به این مسئله ان شاء الله همراه میریم. کمی صبر میکنید، میکروفون میکشید. مسجد زرار مسجد خیلی بگم موضوع خیلی مهم است. بیاید همین مسئله رو کمی کامل تر میکنیم ان شاء الله. حالا صحبت دارم. میکروفون ها رو میپوشید. نظر بکنید به سوره توبه آیه 107 و 108. الله سبحانه و تعالی میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. آنهایی که مسجد الزرار را بنا کردند، ساختند و در همونجا رفتند و نماز خواندند و جماعت ساختند و در همونجا تفریقه و جایگاهی کسانی را قرار دادند که دشمنان الله رسول است. یعنی این مسجد چی خاصیت دارد؟ مسجد خاصیتش همین است که این مسجد کفر است، به این معنا که کفار منافقین پوشیدند. دویم صفت مسجد زرار این است که تفریقه اندازنده بین مؤمنین و یعنی جدا کردن در بین مؤمنین و فتنه انداختن در بین موحدین است. سومین صفت همین است که
ارصادا لمن حارب الله و رسوله. یعنی کسایی که دشمنی با الله و رسول دارند و بدبینی توحید و بدبینی منهج و بدبینی قرآن و سنت دارند به همین مسجد میروند. یعنی مسجد الزرار را خوب دقت بدید، سه صفتی اساسی مسجد الزرار. مسجد الزرار را کافرها و منافقها میسازند. به خاطر چی؟ به خاطر تفریقه انداختن بین مؤمنین و موحدین، یعنی مقاله ها، امر معروف ها، درس هایی که فقط ضد اهل سنت است. و این مسجد جایگاه و صدای که ها بلند می شود؟ دشمنان الله و رسول. در این مسجد دشمنان الله و رسول سخن میکنند و باز قسم میخورند ولا یحلفون، قسم میخورند که بجز خیر ما دیگر نیت نداریم، نیت ما خیر است، ولیکن والله یشهد، الله شهادت میدهد که اینها کاذبان است. در دوام آیات الله میگه ای محمد، یعنی در ضمیرش است مستتر، لا تقم فیه ابدا، هیچگاه در این نمود مسجدهایی که کفار و منافقین برای تفریق انداختن موحدین، برای جمع کردن دشمن الله رسول به این مسجد ساختند، هیچ وقت در آمدن نماز نخوان. از همین جهت ما میگوییم که مسجدی که اثبات شد که کافران و منافقان دست جمعانه ساختند به خاطر جمع کردن مسلمان ها و فتنه کردن بین اونها و موحدین را به تنگو کشیدن و در همون جا کفر شرک را منتشر کردن، در همون جا در آمدن نماز نفل خواندن هم جایز نیست. نماز نفل در کوچه میخونید، نماز وقتش آمد در نزدتان مسجد پوتین است، این طرف راه شما جای نماز در کوچه انداخته میخونید، به درون مسجد در آمده خوندن ممکن است. کفار مسجد میسازن، میگن ببینید ما ضد مسلمان ها نیستیم، ما مسجد میسازیم. منه امامش قبوری برده میمونن. در درون اینجا فقط کفار برنامه دارند و فقط دشمنان الله و رسول همیشه ضد اهل توحید سخن میگن. لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين، والله يحب المطهرين. بله، ويا آخرش درستش همین است که والله يحب المطهرين، یعنی هیچگاه در مسجد الزرار ابدا نماز نخوان، نه نمازی نفل، نه نمازی شکر، نه نمازی فرض. اما مسجدی که در اساس تقوا بنیاد شده است، یعنی در اساس چی؟ توحید. مسجدی که در اساس اخلاص مسلمان ها به خاطر پیشرفت حق، دوستان الله و رسول، به خاطر اینکه در همینجا موحدین جمع شوند و نماز خوانند بنیاد شده است، در اونجا مستحق است که نماز بخوانی. بارک الله فیکم. این دو آیت است که در اساس همین مسجدها البته بارک الله فیکم زرار گفته میشه. اما مسجدهای زرار رو وقتی که مسلمان ها به زیر تصرف می‌دارند کمتر تغییر میدهند، بعضی جاش رو رنگش رو دیگر میکنند، بعضی جاش رو عوض میکنند و این مسجد رو گشته چی میکنند؟ به مسجد توحید باز میگردانند. و در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مسجد زرار ساخته شد. از همین جهت سوره توبه 107 108 نازل شد. منافقها با سرمایه‌گذاری کفار یک مسجدی رو بنیاد کردند و مسلمان های خوب اهل توحید رو هم به همونجا دعوت کردند، پنهان به هیچ کس نگفته. امام این مسجد را یکی از جوانهای موحد صحابه که منافق نبود، یکی از جوانهای صادق مخلص بردند و امام موندند. پدری همین جوان سرکرده در ساختمان مسجد الزرار بود، منافق بود، پسرش رو به مسجد برد. نیتش رو البته منافقی نمیگویند، فریب دادن امام کرد. الله سبحانه و تعالی حکم این مسجد رو بیان کرد، زرار گفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم را امر کرد که این مسجد رو برو نابود کن. پیامبر رفتند این مسجد رو سوزانیدند، نابود کردند، بریشه اش به پای دیوارش. به همین تمام نه، جای این مسجد را جای پرتوگاه قرار دادند. پرتوگاه این به زبان تاجیکی زباله گذاری هم میگن، لیکن افسوس که امروز زبان تاجیکی در بین مردم بیگانه قریب شده است، میگن موسور پرتوگاه قرار داد. یعنی همین جای مسجد باید برید افلاسی ها را پرتوید تا که مردم بدانند که این خیلی مسجد ساختن درست نیست، حرام است. در زمان ابوبکر صدیق ببینید دیگر همون انسان را نه در زمان رسول الله نه در زمان ابوبکر
تا نصف خلافت عمر رضی الله عنه همون جوان موحدی که نفهمیده ندانسته در همون مسجد امام شد، امام شدنش را دیگر به تمام منع کردند، در هیچ جای دیگر امام نمیشه. اما در نصف خلافت حضرت عمر اجازه دادند که یعنی بعد از اصرارش، بعد از گشته و برگشته بیان کردنش که من نفهمیده بودم، بعد از صادق بودنش رو نشان دادنش، بعد اجازه دادن که بارک الله فیکم امام شود. این دلالت میکند که اگر در مسجد الزرار یک انسان موحد امام شود هم به همون درآمدنش ناممکن است. شما نگوید که این مثلا مسجد پوتین در مسکو هست، سبحان الله امامش بیارند یک موحدمون، لیکن نقشه هاشون برفتن گرد اینجا امام موحد است گفته به این مسجد در اومدن درست نیست. خوب دقت بدید. مسجد هایی که زرار نیست، این مسجد زرار نیست که گفته در اومده از پشت امام طاغوت هم اقتدا کردن درست نیست، زیرا که امام طاغوتی است. مسجد باید زرار نباشد، امام باید قبوری نباشد. مسجد در اساس تقوا بنیاد شده باشد، امام باید موحد باشد. الله جزاك خير.